این همه قدمو در область Ростов город Шахта در خیمپه کارپرتوی کرده اصحاب اویلی کام. روزی 15 ینور دهها مهاجر تاجیک در کارخانه کیمیایی خیمپک به کار نبرآمدند. مهاجران میگویند 2 روز پیش رهبران کارخانه را آگاه کرده بودند اگر طلبشان را قانع نکنند کارپرتویی میکنند. آنها که در این کارگاه خلطه های پلاستیکی استحصال میکنند میگویند رهبران کارخانه وعدهشان را اجرا نکردند. باید وعده داده اینها 15% اولیگ میخواست. باید اولیگ ما 80 تا باید در کارتون پول میگذاشت. 80 تا کمش 75 تا باید اولیگ میگرفتیم. از من مثال آوردم 64 نفر 64000 اولیگ من است. نه بچه‌ای که هستن 45000 گرفتگان، تا 49000 گرفتگان، 55000 گرفتگان، 59000 گرفتگان. کمی کمش 49000 گرفتگان. Пока мы вам не подпишем заявление, нет. نمایندگان خیمپک در شهرک شخته راستاوی لب دان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئله را بررسی دارند. در نوارهایی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود که رهبران کارخانه عصبانی هستند و به طلب مهاجران جواب رد می دهند. Или нет? Какие патенты на руки? Документы, конечно, дадим вам. А зачем они нам-то нужны? Ну все, мы сейчас напишем. Ну, пишите. کارفرمایان از مهاجران طلب کردند که کارخانه را ترک کنند. سبب این تصمیم را شرح ندادند. من همه قدر آدم برای دکومنت گیری جمع شدیم. در آنجا دکومنتی ما را داده ایستادن. خدا خواهد میرویم. میگویند مجبوری برآمده روید از اینجا. همه خیلی ما را مجبور کرده ایستادن. بیرون برف. سفارت تاجیکستان این موضوع را هنوز شرح نداده است. سازمان‌های حامی حقوق مهاجران میگویند کارفرمایان روز پیوسته حقوق مهاجران را پایمال میکنند ولی اکثرا به داد آنها کسی نمیرسد.